شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه سینو با عریضه زن 63 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2015 مرد 52 ساله ساکن شهر ایسار برای فریب به باوریش درآمده از او $22,000 امریکایی گرفته وعده داده است که پسرش را از محبس آزاد میکند، اما مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. 21 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 23 دقیقه در حدود شهر باختر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان ضمن از نظرگذرانی بغاج اتومبیل تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 1998 FU01 که تحت اداره شهروند فیضلی فیعیو سال تولدش 1998 ساکن نویه واسه قرار داشت مواد پیراتکنیکی دریافت و مصادره نمود. در رفت سنجش معاین کرده شد که شهروند فیضلی فیعیو با مقصد به دست آوردن فایده مفت به خرید فروش مواد پیراتکنیکی مشغول شده است که 48,000 عدد را تشکیل می‌دهد. نسبت به فیضلی فیعیو در شعبچه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه 1 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.